بچه ها دوستان خوش اومدید به چنل تا 8. چه خبره حالا؟ خوش اومدید به اولین ویدیو بلند چنل تا 8. اومدم توضیح بدم که این چنل چه کاری قراره داخلش انجام بشه. کلی کار قراره انجام بشه تو این چنل. این پسر خالمه. داخل این چنل کلی باید کار انجام بشه. یک، کارت فوتبالی. کل کارت فوتبالی آنباکس میکنیم با من با پسر خالم. کل کارت فوتبالی آنباکس میکنیم. خیلی خیفانسا. چالش هم میذاریم که هر کی 5 کارت فوتبالی میخریم، هر کی که برد 2 تا بستنی میخوره. اون یه فقط نگاه میکنه. یکی دو الان PS4 دارم و هر وقت واسه اتاقم رو تلویزیون گرفتم ویدیو گیمینگ هم واسه میذارم. این 1 و 2 گفتم. حالا 3 همه کاری که یوتیوبر خیلی قوی میکنن دیگه، مثلا مثل روم تور، یا اگه مثلا خیلی دیگه پیشرفته شدن شما از حمایت کردین، ولاگ فوتبال اینا میشه. الان میخوام کارت فوتبالی 25 بهتون نشون بدم و به قول پسر خودم خیلی خوش شانسم. این زلاتان نوروزیه که با همین پسر خالم پاق زدم. زلاتان نوروزی. این مسی نوروزیه. من دارم. آره ایشون داره که خودم داخل کیمدی در آوردم. این دشمشی تا من دشمشی ماکانم. آره اینم رونالدو. اصل کار رونالدو نوروزیه. اینم از کیمدی در آوردم. یعنی من 3 تا به کارت نوروزی دارم. میدونم شاید زیاد این فیلم ویو نخوره ولی امیدوارم که بخوره. امیدوارم. و از بعد زیاد قوی نیستم به جز یک کارت. اینکه ولاهویچ ضعیفه، اینکه دیبالاه قره 84، اینم کارت ادوانس خدیارا، اینم کارت بیسیک لواندوسکی و کارت 100 مولر. این بود از کارت 25. من قراره خیلی زیادتر بشه در ادامه کار. قراره خیلی با هم چالش آنباکس کنیم. خیلی حتی باید بکنم کارهای زیادی داریم. برای میفهمید چه کارهاییه. خواهشم لایک و سابسکرایب بیایتون نره. تو خدا خواهش میکنم از من حمایت کنید. تو خدا از من حمایت کنید. والا که قول میدم یکی از بهترین یوتیوبرها بشم اگه شما از من حمایت کنید. روم تور گفتم که روم تور میذاریم. دادم تو کامنت بگید استقلال پرسپولیس. من که اپا حتی من استقلالی پرسپولیسی هم اشتباه. من استقلالی هم میدونم که استقلال در چهده بحرانی خوبی نیست و ایجالا که خوب باشه. از من رونالدو فنم هستم و رالی. و این بود از اولین ویدیو این چنل تا 8. ویدیو بلند. خدایش حمایت کنین. تو خدا حمایت کنین. قول میدم خفن ترین ویدیوها داخل این چنل باشه. قول مردونه میدم. خواهش میکنم. خواهش. بعد ویدیو کوتاه هم زیاد ویدیو کوتاه هم گذاشتم خفن. حالا دیگه خداحافظ دیگه. چاکس فعلا.